به این ویدیو ماینکرافتی دیگه از آرتین طرف. خیلی خوب بچه ها، من داخل یه سری فعلا یه چیزایی ساختم که این کرافتینگ زمستانی یکیشون که توشون آیتمای زیادی میشه کرافت. مثال برسه اینو که خیلی آیتما پیشه میخواد است، بس این من معدنمو گنده تر کردم. خب بریم ما و بچه من الان فول آهنم همه اینا داخل سروایوال به دست آوردم و واقعا میگم خیلی کار سخته. این آیتمی که میبینید به دست منه باش میشه اونا فعال کرد، اونا که همجا کفتری دستوی نشونتون دادم بخش شده بود غذا یادم رفت. این چی بود؟ آره خودشه. ببینمت خوشگله. وای چی بود بابا، ترسیدم. سلام سلام، کجایی؟ سلایم چونو مثلا شما میگین چی کار کنین جلو من اینجا؟ اون چی بود؟ خیلی خوب دیگه بریم سراغ کار گنده. حالا اینجا اینجاست. آره اینم از غار. چی کار کنیم نمیدونم. حالا میرم سراغ کارای عادی دستم باشه. که از اون هم برش میاد. اینان خوش بینیم بابا یوده. اصلا دوست ندارم با این موبایل داخل قاش کلکل کنم. من فقط اومدم اینجا دنبال چیز میز و وسایل ساخته. خیلی لپیس پیدا میکنم. بره ای لعنت به این کلیپر. اوزا خیته احساس میاد و از پای شیراز میاد. خیته اوزا یا بخور بچه ها این قیافه منه. برم شاید قاره جدید شاید برسیم چرا اینجا سنگ زدم. اینجا هنوز ضعیف بودم. اسکلتون لعنتی اومد نزدیک بود ببینم. نای اینجا هم یه دونه اسکلتون داشتم نمیشم. این غار لعنتی هیچ جا به جای اونجا دیگه اور نداره. هرچی اور بود و توش جمع 64 تا لپیس دارم. بگیر بابا خوشگله خوشتیپ.
خیلی خوب 3 تا طلا دارن. خیلی خوب دیگه بریم بالا. غذا باید جور کنم آجی. اینای کجا بود؟ کدوم بر بود؟ فراموش کردم. اونه؟ آره اونه. خیلی خوب بریم بالا بالا اون طرف غار رو هنوز نگشتم. شاید اینجا دایمند پیدا کرد. فرار اصلا ایده خوبی نبود. بیام این بر فقط دیگه برو بالا. بودو. آی تا از گرسنگی که نبودم میتر برم. نه باشه الان باید 6 ساعت بایستیم تا برسیم به بالا. چی میدادم بالا. و شب شد. اینم از کرافتر ریدست داریم. خیلی آیتماشم سخته. اصلا ببینید یه بوده که روال میخواد. فرم جدید باز شده. فکر نکنم خیلی سخت باشه. شاید تونستم بسازمش. سه تا از اینا میخواد، 2 تا از اینا میخواد، 2 تا هم از اینا. فرم چند خوبی نیست. فرم کیپرش بی‌نظیره. این که اصلا خیلی فرم مزخرفه.